سلام دوستان، امروز میخوام درباره 8 تکنیک باهاتون صحبت کنم که شما رو فردی کاریزماتیک طوری که همه بهتون احترام بذارن. این نکات رو میتونید توی زندگی روزمره و تعاملاتتون به کار ببرید. اولین و مهمترین نکته اینه که بین خودتون و دیگران مرز ایجاد کنید. حدود و حریم شخصی خودتون رو بشناسید و بهش پایبند باشید. وقتی شما برای خودتون ارزش قائل میشید و اجازه نمیدید کسی از خط قرمزاتون عبور کنه، بقیه هم یاد میگیرن که حد خودشون رو بدونن و پاشون رو از گلیمشون درازتر نکنن. این کار باعث میشه کسی نتونه به راحتی به حریم شخصی شما وارد بشه و بهتون بی احترامی کنه. نکته دوم اینه که ظرفیت داشته باشید و زیاد در دسترس کسی نباشید. منظورم این نیست که ارتباط برقرار نکنید، بلکه باید تعادل رو رعایت کنید. وقتی همیشه در دسترس هستید ممکنه ارزشتون کم بشه. اجازه بدید دیگران حس کنن که به دست آوردن توجه و وقت شما آسون نیست. این باعث میشه خاص‌تر به نظر بیاید و دیگران بیشتر به سمت شما جذب بشن. سومین مورد اینه که موقع حرف زدن زیاده روی نکنید. لازم نیست برای پر کردن سکوت یا صرفاً به خاطر اینکه حوصلتون سر رفته با کسی سر صحبت رو باز کنید. بذارید بقیه پیش قدم بشن. این کار باعث میشه حرفاتون ارزش بیشتری پیدا کنه و دیگران برای شنیدن نظرات شما مشتاق‌تر باشن. نکته چهارم خیلی مهمه. از اهداف، علایق، شغل و تحصیلاتتون با کسی صحبت نکنید. اجازه ندید کسی از کاراتون سر در بیاره. این کار نه تنها شما رو مرموزتر نشون میده، بلکه از خیلی از آسیب‌ها و حسادت‌ها هم محافظتتون میکنه. وقتی کسی ندونه شما دقیقاً مشغول چه کاری هستید و یا چه هدفی دارید، نمیتونه بهتون ضربه بزنه یا مانع پیشرفتتون بشه. پنجمین مورد اینه که برای کسی نه از خوشبختیتون حرف بزنید و نه از بدبختیتون. بعضی از آدما نمیتونن موفقیت و خوشبختی شما رو ببینن و نمیتونن با ناراحتی هاتون همدردی واقعی داشته باشن. بهتر شادی ها و غم هاتون رو برای خودتون نگه دارید یا فقط با افراد بسیار نزدیک و مورد اعتماد در میون بگذارید. وقتی ایستادید یا نشستید و حوصلتون سر رفته، مدام اطرافتون رو نگاه نکنید. به جای این کار به یک نقطه مشخص خیره بشید، اما حواستون به اطراف باشه و همه چیز رو زیر نظر داشته باشید. این تکنیک باعث میشه شما متمرکز و هوشیار به نظر بیایید، بدون اینکه دیگران متوجه بشن دارید بهشون توجه میکنید. و اما آخرین نکته، هیچ وقت سعی نکنید از دیگران انتقاد منفی کنید. انتقادهای منفی مثل یک آینه عمل می‌کند و باعث میشه دیگران هم متقابلاً از شما انتقاد کنند. این کار میتونه مرزهایی که قبلا ایجاد کردین رو از بین ببره و حرمت‌ها شکسته بشه. بهتره به جای انتقاد روی نکات مثبت تمرکز کنید یا اگر نظری دارید به شکلی سازنده و محترمانه بیان کنید. امیدوارم این نکات بهتون کمک کنه تا کاریزمای خودتون رو افزایش بدید و فردی قدرتمند و تاثیرگذار باشید. یادتون باشه که این تکنیک‌ها باید با شخصیت خودتون هماهنگ باشن تا طبیعی و مؤثر به نظر بیان. چه تکنیک‌های دیگه‌ای رو برای افزایش کاریزما و اقتدار پیشنهاد